سلام. قبل از شروع کانال رو ساب کن، لایک فراموش نشه و زنگوله رو هم روشن کنید. سایتاما، شخصیت اصلی انیمه وان پانچ من، قهرمانی استثنایی و تقریباً شکست ناپذیر که حتی قدرتمندترین دشمنان را با یک مشت نابود می کند. ظاهرش ساده، لباسش معمولی و رفتارش بی‌ادعاست، اما قدرتش فراتر از تصور ماست. هیچ کسی نمیتواند جلوی سایتاما وایستد، حتی هیولاها و دشمنانی با توانایی‌های غیرمعمول. قدرت ضربه‌های سایتاما بی‌نهایت قدرمند است و سرعت و واکنش‌هایش فراتر از هر انسان یا موجودی است. او می‌تواند بدون کوچکترین تلاش هر حمله‌ای را دفع کند و دشمنان را با یک حرکت شکست دهد. سایتاما نه تنها در قدرت فیزیکی بی‌نظیر است، بلکه توانایی تحمل آسیب شدید، سرعت بازیابی انرژی و استقامت بی‌پایان دارد. حتی وقتی دشمنان فوق‌العاده قوی و خطرناک هستند، سایتاما همیشه آرام، متمرکز و آماده مبارزه است. با اینکه او قدرتمندترین قهرمان است، شخصیتش آرام و طنزه و اغلب به خاطر نبود چالش واقعی حس کسالت دارد. سایتاما نشان می‌دهد که قهرمان واقعی تنها کسی نیست که قدرت فیزیکی دارد، بلکه کسی است که کنترل خودش، اعتماد به نفس و آرامش ذهن را حفظ می‌کند. این ترکیب قدرت، سرعت، استقامت و ذهن برتر سایتاما را به نماد واقعی یک قهرمان تبدیل کرده است. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، کانال رو ساب کنید و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.